شهرهای ایران رو بگو که همچین کوچه هایی داره. زود کن سریع. ابیانه. آفرین. چشم. آره، چشم زخم یه چیز مشترک بین ما ترک‌ها و یونانیان. اینکه اصلش هم از کجا هست دعوا سرشه. ترک‌ها و یونانیان همیشه سر غذا و کافی با هم دعوا دارن. ترکیش کافی اون میگه گریک کافی. چقدر موهای من زیبا و فرانسوی، وایب فرانسوی گرفته. این کوچه منو یاد محله سعدی شیراز میندازه. برم جهانگرد بشم؟ آره چرا نشی، خیلی هم عالی. خدای همه الان که دارم اینجوری میگردم مثلا تو کشور مختلف همینجوری با یه کوله پشتی هر جام رسیدم یه جای اجاره میکنم یه مدت میمونم. من دیگه میخوام برم جهانگرد باشم. خب الان دیگه رسیدیم به اون میدونه. جهانگردی هم بهم میاد. به قیافه است. ماسنا. آره حبیبی آها و الان رسیدیم به میدون ماسنا یا اگه درست تلفظ نمی کنم تلفظ فرانسویش چیه؟ Le duel au filet qui est gagné par Simon. 22 partout, on reste sur le terrain numéro 2, sur ce duplex. Anzila qui la joue, intelligent. اینجا هواپیما زیاد رد میشه، فرودگاه نیست اونجاست. دقیقاً اونجاست. خیابونای مورد علاقه من تو نیز اینجا بود که این خیابون اصلی کنار دریا هست، رو به دریا. کل این خیابون بار و رستورانایی رو به دریا هستن، خیلی خوشگلن که من احتمالاً دوست دارم برم اونجا یه چیزی بخورم. ارسطومات اومدم همون جایی که نشون دادم، کپرداش. برم اونجا بشینم. چجوری باز میشی؟ چقدر خوشگله. از این زاویه‌ای که من الان نشستم اینجا رو ببینید.
عاشق آدمایی هستم که تا میبینن دوربین دستته اینجوری میکنه. اینجا هم بازار کتاب هست که کتابا فوق العاده قیمت‌های ارزون، 1 پوند 2 پوند کتابا رو میفروشن. تو لندن هم هست ولی خب کلا میگم یعنی بازار کتاب بود. پیداش کردم سوکا توی یه دونه از همین کوچه پس کوچه ها سوکا و خانم بهم گفتش که آره ما سوکا داریم. داره برام آمادش میکنه. میخوام ببینم چیه. Can you say again? What is it? Flour, olive oil, water, salt. Thank you. خیلی خوبه. حالت تردیکی طوری خشک داره.